فصل 28. دختر معصوم و بدشانس. دایانا گفت آنی خودت باید نقش الینو بازی کنی. من که جرأت ندارم روی رودخونه شناور بمونم. روبگلیس با صدایی لرزان گفت منم همینطور. اگه 2-3 نفری تو قایق میشستیم اهمیتی نداشت. تازه خیلی هم خوش میگذشت. اما اینکه تنهایی دراز بکشم و وانمود کنم که مردم اصلا از عهده‌اش بر نمیام. چون ممکنه از ترس واقعا بمیرم. جین اندروز گفت اتفاقا کار شاعرانه ایه. اما من یکی نمیتونم زیاد بی حرکت بمونم. ممکنه هر چند دقیقه یه بار سرمو بلند کنم تا ببینم کجام و چقدر دور شدم و خودت بهتر میدونی آنی که این کار تأثیر نمایشو از بین میبره. آنی گفت من از دراز کشیدن تو قایق نمیترسم. بازی کردن نقش الینم خیلی دوست دارم. اما خب الین مو قرمز خیلی خنده دار میشه. روبی باید نقش الینو بازی کنه چون هم زیباست هم موهای بلند طلایی داره و خودتون میدونین که الین تو داستان همیشه موهای روشنشو دورش میریخت. در ضمن الین یه دختر معصوم و زیبا بود، در حالی که یه دختر مو قرمز زیاد معصوم و زیبا به نظر نمیرسه. دایانا صادقانه گفت تو هم به اندازه روبی زیبایی. موهاتم نسبت به قبل از کوتاه شدنشون تیره تر شدن. آنی که از شدت خوشحالی سرخ شده بود گفت وای واقعا اینطور فکر میکنی؟ خودمم در مورد موهام همین فکر رو میکردم، اما جرأت نداشتم از کسی سوال کنم چون میترسیدم بگن اشتباه میکنم. دایانا یعنی فکر میکنی الان رنگشون قهوه‌ای شده؟ دایانا گفت بله به نظر من واقعا قشنگ شدن. و نگاه تحسین‌آمیزی به حلقه موهای کوتاه و ابریشمی آنی انداخت که همچنان با روبان و پاپیون تزیین شده بودند. آنها در ساحل دریاچه پایین اورچرد اسلوب ایستاده بودند. جایی که گذرگاهی کوچک پوشیده از درختان توسکا از کنارش میگذشت و در انتها به سکوی چوبی کنار آبگیر میرسید که ماهیگیران و شکارچی‌های مرغابی از آن استفاده می‌کردند. روبی و جین در آن بعد از ظهر گرم نیمه تابستانی با دایانا به آنجا رفته بودند و کمی بعد آنی هم برای بازی به آنها ملحق شده بود. آنی و دایانا بیشتر ساعات فراغت تابستان را کنار دریاچه آبهای درخشان یا روی آبهای آن سپری کرده بودند. دریاچه بید دیگر جذابیتش را از دست داده بود چون آقای بل بهار سال گذشته حلقه کوچک درختان آنجا را که در مرتع پشتی خانه اش قرار داشتند بیرحمانه بریده بود. آنی با دیدن آن صحنه غم‌انگیز و شاعرانه ساعتی میان کنده ها نشسته و گریسته بود، اما خیلی زود به یاد آورده بود که او و دایانا دخترهای بزرگ و 13 ساله‌ای بودند که چیزی تا 14 سالگیشان باقی نمانده و دیگر نباید به سرگرمی‌های بچگانه دل می‌بستند، بلکه می‌توانند در کنار دریاچه آب‌های درخشان از تفریح‌های سالم‌تر و جذاب‌تری لذت ببرند. مثلا می‌توانستند روی پل بنشینند و قزل‌آلا شکار کنند یا با قایق پارویی آقای بری که مخصوص شکار مرغابی بود روی آب گردش کنند. اجرای نمایش الین پیشنهاد آنی بود. آنها زمستان گذشته در مدرسه یکی از شعرهای تنیسون رو یاد گرفته بودند. چون رئیس آموزش و پرورش دستور داده بود همه مدارس جزیره پرینس ادوارد باید آن درس را به عنوان قسمتی از کتاب انگلیسی تدریس کنند. آنها آنقدر آن شعر را تشریح و تفسیر کردند که معنای کلی آن زیر سوال رفت. اما حداقل شخصیت‌هایی مثل دختر معصوم، شاه آرتور، همسرش، ملکه گوینیویر و لانسلوت برایشان نمودی واقعی پیدا کردند. طوری که آنی پنهانی افسوس می‌خورد که ای کاش در کاملوت به دنیا آمده بود. او حتی عقیده داشت که آنجا در قدیم بسیار شاعرانه تر بوده است. همه با اشتیاق از نقشه آنی استقبال کردند. به آنها ثابت شده بود که اگر قایق را از کنار ساحل به دریاچه بیاندازند، قایق به کمک جریان آب از زیر پل عبور می کند و در آن سوی آبگیر به گل می نشیند. آنها اغلب به این طریق از روی دریاچه می گذشتند و جایی مناسب تر از آنجا برای اجرای نمایش الین سراغ نداشتند. بالاخره
بالاخره آنی با بیمیلی پذیرفت که نقش الین را بازی کند. چون با اینکه دوست داشت نقش اصلی را بازی کند و در ضمن برای اجرای آن نقش از استعداد هنری هم بی بهره نبود، اما احساس می‌کرد ظاهرش او را برای انجام آن کار دچار محدودیت می‌کرد. او گفت: قبول، من الین میشم. روبی شاه آرتور میشه، جین گوینیویر و دایانا تو هم نقش لانسلوت رو بازی کن. اما اول باید به جای پدر و برادر حرف بزنید. کف قایق باید سیاه پوش بشه. شال سیاه و کهنه مادر تو به درد این کار میخوره دایانا. بعد از مهیا شدن شال کف قایق را با آن پوشاندند. بعد آنی رویش دراز کشید. چشمهایش را بست و دستهایش را روی سینه اش گذاشت. روبگیلیس همانطور که به صورت بیرنگ و بی حرکت آنی زیر سایه های لرزان توسکه ها خیره شده بود با حالتی عصبی گفت: انگار واقعا مرده. بچه ها، من میترسم. به نظر شما کارمون درسته؟ خانم لین میگفت که کار بازیگری از هر نوعش مکروه و ناپسنده. آنی با حالتی جدی گفت: روبی، الان نباید درباره خانم لین حرف بزنی. این ماجرا صدها سال قبل از به دنیا اومدن خانم لیند اتفاق افتاده و ما باید بتونیم خودمون رو تو اون زمان حس کنیم. جین، تو بچه ها رو راهنمایی کن. الین که نباید بعد از مردنش اینقدر حرف بزنه. جین وضعیت را بررسی کرد. آنها هیچ پارچه زربفتی برای روانداز نداشتند. اما پارچه کرپ زردرنگ ژاپنی که روی پیانو میانداختند توانست نیاز آنها را به عنوان روانداز برآورده کند. زنبق سفیدی هم در کار نبود. آنها با گذاشتن یک نیلوفر آبی در دستان گره خورده آنی صحنه تأثیرگذاری را به وجود آورند. جین گفت: حالا اون آماده است. ما باید پیشونیشو ببوسیم. دایانا، تو بگو که بدرود ای خواهر عزیزم. روبی، تو هم بگو که بدرود خواهر زیبایم. هر دو سعی کنین تا جایی که میتونین غمگین باشین. آنی، تو رو به خدا کمی لبخند بزن. خودت میدونی که الین بعد از مرگش هم صورت خندونی داشت. اینطوری بهتر شد. حالا قایقو به آب بندازین. قایق بعد از کشیده شدن روی یک تیر چوبی قدیمی که در مسیر آنها در زمین فرو رفته بود، بالاخره وارد آب شد. دایانا، جین و روبی آنقدر منتظر ماندند تا مطمئن شدند جریان آب قایق را به طرف پل میبرد. بعد دوان دوان از میان درختان گذشتند. جاده را پشت سر گذاشتند و در آن سوی آبگیر به عنوان لانسلوت، گوینیویر و پادشاه منتظر ماندند تا جسد دختر معصوم را از آب بگیرند. آنی کاملا در نقشش فرو رفته بود و از حالت شاعرانه‌اش لذت می‌برد. اما آن حالت شاعرانه زیاد طول نکشید، چون چند دقیقه بعد آب در قایق نفوذ کرد و الین را از جا پراند. او پوشش زربفت و کفپوش سیاه را کنار زد و وحشت زده چشمش به شکاف بزرگی در کف قایق افتاد که آب با سرعت زیادی از آن به داخل نفوذ می‌کرد. تیر چوبی تیز کنار ساحل کار خودش را کرده و باعث پارگی تنابی شده بود که چوب‌های میخ شده کف قایق را نگه می‌داشت. آنی از آن موضوع خبر نداشت، اما خیلی زود فهمید اوضاع خیلی خطرناک است. چون با سرعتی که آب داخل قایق میشد، قایق قبل از رسیدن به آن سوی دریاچه غرق میشد. او باید پارو میزد، اما پاروها در ساحل جا مانده بودند. آنی در حالی که رنگش به سفیدی گچ شده بود، جیغ خفه‌ای کشید که به گوش هیچ کس نرسید. اما اعتماد به نفسش را از دست نداد. هنوز یک شانس برایش باقی مانده بود. فقط یکی. او روز بعد ماجرا را برای خانم آلن اینطور تعریف کرد: بدجوری وحشت کرده بودم. قایق آروم آروم به طرف پل میرفت و هر لحظه آب بیشتری داخل اون میشد. خانم آلن، من از ته دل دعا کردم. البته موقع دعا خوندن چشامو نبستم، چون میدونستم خدا فقط از یه راه میتونست جونمو نجات بده. باید قایقو به یکی از پایه های پل نزدیک میکرد تا از اون بالا برم. میدونین که چند تنه درخت به جای پایه ها کار گذاشته شدن، روشون پر از برجستگیه. دعا کردم واجب بود، اما منم باید حواسم رو جمع میکردم و مسئولیتم رو درست انجام میدادم. فقط بارها و بارها گفتم خدایا لطفاً قایق رو به یکی از پایه های پل نزدیک کن. خودم از عهده بقیهش برمیام. تو چنان وضعیتی نمیشد به دعای خوشاهنگ تری فکر کرد، اما دعای من برآورده شد.
چون قایق درست با یکی از پایه ها برخورد کرد. من رو انداز و شالو از شونم آویزون کردم و از تنه قطور پایه بالا رفتم. اونجا فهمیدم نه راه پس دارم نه راه پیش. وضع غیر شاعرانه ای بود، اما من اهمیتی نمیدادم چون تازه از غرق شدن نجات پیدا کرده بودم و فقط همین برام مهم بود. فوری از خدا تشکر کردم و بعد با تمام قوا پایه رو چسبیدم، چون میدونستم که برای برگشتن به خشکی احتمالاً باید منتظر یک کمک انسانی باشم. قایق از زیر پل عبور کرد و در میانه راه غرق شد. روبی، جین و دایانا که همچنان در انتظار ایستاده بودند، ناپدید شدن قایق را با چشمهای خودشان دیدند و شکی برایشان باقی نماند که آنی هم همراه قایق زیر آب رفته بود. دیدن آن صحنه غم‌انگیز باعث شد آنها برای یک لحظه وحشت زده و بی حرکت خشکشان بزند. بعد از ته گلو جیغ کشیدند و دیوانه‌وار از بین درختان شروع به دویدن کردند، بدون آنکه هنگام عبور از جاده حتی نگاهی گذرا به پل بیاندازند. آنی که ناامیدانه به پایه لیز پل چسبیده بود، دوستانش را دید که دوان دوان و جیغ زنان از آنجا گذشتند. کمک خیلی زود می رسید، اما جای او اصلا راحت نبود. در نظر دختر معصوم و بدشانس هر دقیقه آن نمایشنامه به اندازه 1 ساعت طول می کشید. چرا هیچ کس نمی آمد؟ پس دخترها کجا رفته بودند؟ اگر یکی یکی غش کرده بودند چی؟ اگر سر و کله هیچ کس پیدا نمی شد چی؟ اگر آنقدر خسته می شد که دیگر نمی توانست پایه را بگیرد چی؟ آنی نگاهی به دریاچه عمیق و سبز رنگ و بیرحم زیر پایش که سایه های بلند درختان روی آن می رقصیدند انداخت و به خود لرزید. تخیلش به کار افتاد و بلاهای ترسناکی که ممکن بود بر سرش بیاید جلوی چشمش ظاهر شدند. و بعد درست در لحظه‌ای که احساس می‌کرد دیگر نمی‌توانست درز بازوها و مچش را تحمل کند، گیلبرت بلایت با قایق هارمون اندروز از زیر پل رد شد. گیلبرت نگاهی به بالا انداخت و حیرت زده چشمش به صورتی عبوس و بیرنگ با چشمانی درشت و وحشت زده افتاد که همچنان با حالتی اهانت‌آمیز به او خیره شده بودند. او گفت: آنی شرلی، تو اینجا چی کار می‌کنی؟ و بدون آنکه منتظر جواب بماند به پایه پل نزدیک شد و دستش را دراز کرد. آنی چاره دیگری نداشت. وارد قایق شد و خشمگین و عبوس در حالی که از شال و کرپ خیس رویش آب می‌چکید همانجا نشست. در چنان شرایطی حفظ وقار و غرور واقعا برایش سخت بود. گیلبرت پاروها را به دست گرفت و پرسید: چه اتفاقی افتاده آنی؟ آنی به سردی و بدون آنکه نگاهی به نجات دهنده‌اش بیاندازد گفت: داشتیم نمایش الین رو بازی می‌کردیم. من باید با قایق به کاملوت می‌رسیدم، ولی آب وارد قایق شد و من از پایه پل بالا رفتم. دخترها رفتن کمک بیارن. ممکنه لطف کنی و منو به ساحل برسونی؟ گیلبرت به طرف ساحل پارو زد. آنی بعد از پیاده شدن در حالی که از او دور می‌شد گفت: خیلی ممنونم ازت. اما گیلبرت فوری از قایق پایین پرید، بازوی دختر را گرفت و با عجله گفت: آنی ببین، ما میتونیم دوستای خوبی باشیم، اینطور نیست؟ واقعا متاسفم که اون موقع موهاتو مسخره کردم، شوخی کردم، اصلا قصد ناراحت کردن تو نداشتم. در ضمن این موضوع مربوط به خیلی وقت پیشه. به نظر من موهات الان خیلی قشنگ شدن. راست میگم، بیا آشتی کنیم. برای یک لحظه آنی دچار تردید شد. نگاه نیمه مشتاق و نیمه شرمنده چشمان فندقی رنگ گیلبرت باعث شد حسی جدید و خوشایند از بین خاکستر نفرت‌های گذشته در قلب آنی شعله بکشد و ضربان قلبش را شدیدتر کند. اما تلخی حقارت گذشته یک بار دیگر به تردیدش پایان داد و صحنه 2 سال پیش طوری در ذهنش زنده شد گویی همین دیروز اتفاق افتاده بود. گیلبرت به او گفته بود هویج و جلوی همه بچه‌های کلاس آبرویش را برده بود. رنجش او که به نظر بقیه بی اهمیت و خنده‌دار می آمد هنوز در قلبش پابرجا مانده بود و گذر زمان به هیچ عنوان آن را تسکین نمی‌داد. او از گیلبرت بلایت متنفر بود و هرگز نمی‌توانست او را ببخشد. آنی به سردی گفت: نه، من هرگز نمیتونم و نمیخوام با تو آشتی کنم گیلبرت بلایت.
گیلبرت با گونه هایی که از فرط عصبانیت گل انداخته بودند به قایقش برگشت و گفت خیلی خوب، دیگه هرگز از تو همچین تقاضایی نمی کنم آنی شرلی. دیگه اهمیتی هم برام نداره. او با چند ضربه نرم و جسورانه پارو از آنجا دور شد. آنی هم از جاده شیبدار زیر افراها به راه افتاد. سرش را بالا گرفته بود، اما احساس پشیمانی در دلش غوغا می کرد. دلش می‌خواست طور دیگری به گیلبرت جواب داده بود. حقیقت داشت که آن پسر او را تحقیر کرده بود، ولی با این حال آنی احساس می‌کرد باید می‌نشست و یک دل سیر گریه می‌کرد. هیچ تسلطی روی اعصابش نداشت، چون وحشت ناشی از آن ماجرا و گرفتگی و درد عضلاتش همه انرژیش را از بین برده بود. در نیمه راه او با جین و دایانا که آشفته و عصبی به طرف دریاچه می‌دویدند روبرو شد. آنها در اورچرد اسلوپ کسی را پیدا نکرده بودند، چون آقا و خانم بری هر دو بیرون رفته بودند. اضطراب روبی گیلیس را از پا درآورده و او دیگر نتوانسته بود قدم از قدم بردارد. اما جین و دایانا بعد از رد شدن از جنگل جن زده و رودخانه خودشان را به گرین گیبلز رسانده بودند. ولی آنجا هم کسی نبود، چون ماریلا به کارمودی رفته و متیو در حال درست کردن یونجه ها در مزرعه پشتی بود. دایانا دستش را دور گردن آنی انداخت و در حالی که از شدت خوشحالی گریه می‌کرد نفس زنان گفت وای آنی، ما فکر کردیم تو غرق شدی. ما قاتلت بودیم، چون ما مجبورت کردیم نقش الینو بازی کنی. روبی دچار اضطراب شده. وای آنی، چطور نجات پیدا کردی؟ آنی بیحال گفت از یکی از پایه های پل بالا رفتم. بعد گیلبرت بلاید با قایق آقای اندروز از راه رسید و منو به خشکی آورد. جین که بالاخره نفسش بالا آمده بود و می توانست حرف بزند گفت وای آنی، چقدر جالب، چقدر شاعرانه. حتما از این به بعد با اون حرف میزنی. آنی دوباره به خلق و خوی سابقش برگشت و گفت نه خیرم، حرف نمیزنم. دیگم نمیخوام کلمه شاعرانه رو بشنوم جین اندروز. متاسفم که باعث وحشت شما شدم بچه‌ها. تقصیر من بود. مطمئنم که سرنوشت من با بدشانسی رقم خورده. هر کاری میکنم یا برای خودم مشکل ساز میشم یا برای دوستام. قایق پدرت نابود شد دایانا و حسی به من میگه که دیگه حق قایقرانی روی دریاچه رو نخواهیم داشت. حس ششم آنی کاملا درست گفته بود. شنیدن ماجرای آن روز بعد از ظهر بری‌ها و کاسپرت‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. ماریلا غرغر کنان گفت یعنی ممکنه روزی تو سر عقل بیای آنی؟ آنی که در تنهایی اتاقی زیر شیروانی یک دل سیر گریه کرده و اعصابش کاملا آرام شده بود خوشبینانه گفت بله این تو فکر میکنم ماریلا. به نظر من احتمال عاقل شدنم حالا بیشتر شده. ماریلا گفت چطور؟ آنی توضیح داد امروز درس جدید و ارزشمندی رو یاد گرفتم. از زمانی که به گرین گیبلز اومدم اشتباهات زیادی مرتکب شدم و هر اشتباه باعث شده بتونم یکی از عیبامو اصلاح کنم. ماجرای سنجاق یاقوت به من یاد داد نباید به چیزایی که مال خودم نیست دست بزنم. اشتباه جنگل جن زده به من یاد داد که برای تخیلاتم حد و مرزی در نظر بگیرم. اشتباه کیک دارویی به من یاد داد تو آشپزی دقت کنم. رنگ کردن موهام غرورمو کمتر کرد. حالا دیگه هرگز به موها و بینیم فکر نمی کنم و یا حداقل خیلی کم فکر می کنم. و اشتباه امروز به من یاد داد که نباید زیاد احساساتی و شاعرانه عمل کنم. امروز به این نتیجه رسیدم که احساساتی بودن تو اونلی هیچ فایده‌ای نداره. شاید 100 سال پیش تو کاملوت همچین کاری ساده به نظر می رسید، اما حالا قابل قبول نیست. مطمئنم که تو به زودی شاهد پیشرفت زیادی تو خلق و خوی من خواهی بود ماریلا. ماریلا با دودلی گفت امیدوارم. اما متیو که تا آن موقع ساکت گوشه‌ای نشسته بود بعد از رفتن ماریلا دستش را روی شانه آنی گذاشت و با خجالت گفت همه احساساتتو کنار نذار آنی. گاهی اوقات لازمه کمی احساساتی باشی. البته زیاد نه. کمی از احساساتتو نگه دار آنی. فقط کمی از اونو.